یکم خودت بگو. من دختریم که حداقل باید بیش از اندازه بهم توجه بشه. با پسرا که زیاد در ارتباط نیستی. فقط با دوست پسرای دوستام. البته به من چه که نمیتونن دوست پسراشونو جمع کنن و من خوششون میاد. نه با هر کی با دوست دختر خودش اوکیه. من عقب کشیدم و یعنی حق انتخاب داشتم، نمیذاشتم اونا انتخاب کنن که غیر از اینه. ارتباطت با دوستای دخترت خوبه؟ خیلی ناراحتم واقعا. چرا چی شده؟ چرا دخترها با من بدن؟ اسکلای نچسب گردن مثلا میتونم من پیکی میم. من داریم غیبت میکنی. برو باشه بعد گفتم بیا اینو بخور. فکر کنم دیگه منو کامل شناختی. تو از خودت. اول که من خیلی آدم خفنیم. اگه باور نمی‌کنی میتونی زنگ بزنی مامانم بپرسی. چه خوبه. نکنم نیاز باشه بگم که قهرمان جهانم گوشام 20 بار شکسته. دوستی من 13 ساله اینجام، همه جا وی آی پی ام. تو شگستی دیگه نه؟ میگم شغل. ببین من رپرم، موزیسینم، پارکورکارم، من خیلی خفنم. میخوام مامانم بپرس. بذار من سوال بپرسم. این وسط حرف زدن من حرف بزنی رسپکت اصلا انجام نمیدی. من از سردرد دارم میگم خونمون اینجاست، من برم. آخراتون اینجاست. من 13 سال تو ویلا زندگی میکنم و نمیبرم چون ویلا ببینی چون خودتو گم کنی. من چه گوشام شکسته، هر زنی با من باشه خوشبخت میشه. رسپکت. سوت میزنی ضعیف. بیا اینجا ضعیف. چیکار میکنی؟